حاضر چسبی دهانت را میکشایم، اما داد نمیگویی. به تو معقول؟ من یاسومن نیستم. فکر میکنی نمیدانم، لیکن با او خیلی مانندی. التجا دارم، التجا میکنم. از این خاطر در روزی تولدی یاسمین در وقت ساعتش میمیری. وقت نزدیک می شود. خوش باشید. ساعت چند شد حالا هم بیدرک؟ خانه نرفته است. اینجا هم نآمده است. کسی خبر ندارد. کجا شد این دختر؟ اگر یگون فلاکتی میشد خبر میافتیم. نمیدانیم که برای نجات یافتن از هواپیما خرسند شویم یا اینکه برای گم شدنش غمگین شویم. استاد میبخشید اگر خواهش شما رو ممکن؟ ای بچه، اینجا عاقلخانه است مگر؟ یک بچه کلان تق تق نکرده میدرایی. میبخشید استاد. ها، بخشش گفتی و با همین کار تمام شد؟ استاد میدونم وقتش نیست و اما بیا رفتیم. حالا هم از پینار خبری نیست؟ نه، گویا که به قعر زمین در آمده باشد. فهمم. استاد پگاه روزی تولد عایشه خواهر نرگس است. آخر هفته است. فکر میکنم که شما هم آمدن میخواهید. میدونید که نرگس شما رو خیلی دوست میدارد. مراد، احوال خودت میدانی. یگون پیشروی دیده شود و از این درد خلاص شویم حتما من میآیم. استاد در اصل باز میخوام یک چیز دیگر را پرسم. چه هدیه گرفتنم را نمیدانم. یگون چیز نیافتم. شما چی توصیه میدهید؟ از همه بهتر آن چیزی که دلت میخواد، لیکن اگر خواهی هدیه را از نام هر دویمان من میگیرم. خوب؟ معلم شما بهترینید. استاد سورپرایز را فراموش نکنید. مایلش خیلی تو بزدید. نرگس از توی خواهش دارم. چی خواهش؟ در این دیسک نوارهای مکتب است. باید در فیلم کوتاه جا کرده شود، لیکن تاریخ روزش عوض کرده شود. تاریخ روز گفته؟ در نوار نوشته می شود که این نوار از فلان تاریخ. خوب، لیکن من تجهیزات ندارم آخر. نباشه من از خودم را به تو میدیم. می شود؟ می شود. تشکر. کجا بودی؟ دستشویی رفتم. بیا رویم نباشه. همین مسئله پول سرم رو گرم کرد. کی پول دارد که باعث داشته باشی؟ ای وقتی با پدرم بودم به هر وسیله صاحب پول میشدم. مسخره نکنید. بی پول نه آبرو داری نه نام و نشان. آهسته راه گردیم تا این احمق‌ها گذرند. بیا
رفته؟ از کشتنی من فایده ای به تو نمیرسد. مرگی من نمیدونم کی رو زنده میگردوند، اما یاسمین رو بر نمیگردوند. دنیا چونین بی‌وفاست. خواهرم بود، خواهری زیبایم. هرچند من مردنی او رو نمیخواستم، اما مرد. مادرم گفت که تو او را کشتی، لیکن من گناهی ندارم. فهما، تو تنها آرام شو. من به تو باور میکنم، همه گفته هایت رو باور میکنم. دروغ. کسی به من باور نمی کند بغیر یاسمین. این آخرین امتیازم. اگر تو را نکشم در وقت و ساعت روز تولد یاسمین وی بر نمی گردد. دیوانه میشوم. هیچ چیز رو نمیفهمم. تا حال از او خبری نیست. در اینجا مثل کسی دست و پا بسته کاری نکردن مرا دیوانه میکند. معلم آذان با صبر باشید، خودتون رو نگه دارید. پلیس ها حتما پینا رو مییابند. فکر شما هم پریشان. من نیز از این واقع مشوشم و نمیخواهم معلم آذان فهمند. کمی فکرتون رو به دیگر چیز بند کنید. دیگر چیزها رو فکر کنید. مثلا دادرتون رو. یکون خبری هست؟ فکر دادر هم پینا را پیش نظر میآورد. نفهمیدم. شاید بپرسید پینا را چون خواهر خود دانستم، اما خواهرم نبوده است. تنها یک تصادفی که در دستش پای داشته است. پگاه با مایدهک چه هدیه میگیری؟ پگاه زادروز آیشه؟ میدونی؟ تو از کجا میدونی؟ آیشه 22 دکبر، محمد 9 اکتبر، تو 24 مای. فراموش نکرده ای. همه تاریخ رو در خاطرت میماند. تنها بعضی اشون رو. چرا از ما رو فراموش نکرده ای؟ یعنی از من و دادرهایم. زیرا من آیسترانی نمیشود. زیرا تو چی؟ زیرا من حفظ کردن تاریخ را دوست می‌دارم. بیا رویم نباشد، وقت هم گذشت. سحر با من یک چند مراتب سوال کرد که پگاه در روزی تولدم چی سورپریز میکنی؟ پس سین 5 رمضان آسان نیست. سین سال وزنی. خیر سورپریز میشود. شیرینی میکنم، اما اگر بیند این علاقه سورپریز نمیشود. این خیلی باشد آنها را به باغ میبرم. انسانی خوبی مراد.
کوچی فکر میکنه که از این کار با آسانی رها میابی. اکای مراد بهتر نشد زود با خونه ما میومده و باغ میرفته. اپام دایم دبایش ما برق میزند. راست؟ مثال چی میگوید؟ اکای مراد دبان آمد لازم ما با مکتب میرویم. بچه ها و یک جایه به باغ میرویم. مایلش در اسپکو سوار میشه نه؟ اکای مراد چهرهتون سرخ شد. زود باشه. یک بار وقت برایمون میخندی مو هم صاحبی ماشین میشدیم و نزد دختران فخر میکردیم. تو ماشین رو در خوابت میبینی. این خیلی نگو اکا تقدیر برای ما هم میخنده نه؟ البته میبینی. این همون غموی ما نیست؟ نه با مثل اقلاش رفیق رو یافته است. در این سیم سال اقلاش تنها به فریبیدن کودکان میرسد. رفتیم کودکان رو نظارت کنیم. باز هم تستر اکای مراد باز هم تستر. نه اگر رفته دفعتون مرا نمیمونه زندگی کنم. اپا منو فراموش کنید. مایلش بچه ها من در همین جا. مایلش شما بازی کردن گیرید. بیا رویم اکا. شما روید من کمی دیگر نگاه کنم. رفتیم. سلامت باشید. تشویشتون دادم. هیچ گپ نی. مرحمت کلیدتون. تشکر. شما هم می‌دروید. در این وقت غمگینی عائله پینا رو ناراحت نکنیم بهتر. شاید یکون روز دیگر. اگر از پینار خبری شد البته خبر میدهم. بار دیگر تشکر. ببخشید. مرحمت خاله جان. خدایا اینقدر کودک‌های زیبا برادرهایتان. دادرهای رفیقم. امروز من آنها رو نگهبانی میکنم. مادرشون چی؟ مرده است. اکای مراد پیشاب دارم. رفتیم نباشد. نمیخواهم رفتن. نمیخواهم. ای خدا. خاله جان من این رو به حجت خانه برم. شما کودک دیگر رو 5 دقیقه نگاه کنید. مایلش نگاه میکنم. تو خوش رو چه بازی کردن گیر. مایلش حاضر میویم. بیا رفتم. خوش آمدید. چی خدمت کنم؟ سلام علیکم. برای یک دختره که خودکک توفه گرفتنیم لیکن خودتون چی انتخاب کردید؟ باز خوابت نبود. سکشون همه جا تالی بشه من میترسم. این برای تو دیگر شبها نمیترسی. این چیست؟ برای آن که زود خوابت برد.
تشکر اکنون میدونم که چی توفیقی گیرم. اویشا ماما از کجا میدونید؟ درباره تو همه چیز رو میدونم. حتی میدونم که پگاه روزی تولدت. شما کی هستید؟ بیا برای روز تولدت هدیه گیریم. بازی چهالخ تکالی بازی نوه. رفتیم. بیا رفتیم. آقای مراد اویشا کجاست؟ نمیدونم محمد. میبخشید این دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ نه ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ ندیدم. میبخشید اینجا دختره که مایده حکیم شما ندیده؟ نه. خدایا دیوانه میشوم. لبای معلم منم مراد. شد مراد مسئله هدیه حل شد. این مسئله نه معلم. با دلارهای نرگس با باغ اومدیم تماشا. اویشه رو نمیابیم. گم کرده ایم. چرا گم کردی؟ نمیابم معلم نیست. چیکار کنم نمیدونم اکنون. همه جا رو دیدم. ایست کمی آروم شو. من میایم. مرا انتظار شو. مالش معلم. در کجای خونه شم بود؟ ها شمها اینجایم. اینجا یکم دخترچه خردکک رو ندیدید؟ نه ندیدم. نیست معلم. در این طرف هم نیست. کسی ندیده است. در کجا باشد؟ نرگس مرا میکشد. چیکار کنم؟ نرگس شاید خانه رفته باشد. چه گم کردم؟ این چی گپ گم کردم؟ نرگس آرام شو. این کاری تصادفی است. معلم چه آرام شوم؟ خواهرم نیست. بعد از باغ یگان جای میرفتگی دارید یا نزد یگان کس؟ نه معلم یگان جا رو نمیدونم. نرگس باید به پدرت خبر دهیم. به پدرم چی میگویم؟
نظامی هواپیما و بینان از چند نجات یافته است اما تا حال از او درکی نیست. مسئولان دختر جوان را لبای تاکسی؟ دادا دخترم؟ دادا زود به خونه بیا التماس. چی شد دختر؟ یگان چیز بد شده است. آیشه نمیدونم کجاست، در باغ گم کردیم. چخیر گم شده است؟ چه میگویی؟ نمیدونم کجا رو کوبیم. زود میایم. از خونه نبر اومدم. تیزتر بیاید یک جای میکوبیم. مایلش لیکن در بیرون تاکسی نیست. یک ماشین است لیکن راننده نیست. دادا میدونم که بعد از صدمه بار ماشین نرانده اید، لیکن با ماشین کوفتن آسان‌تر میشود. التماس دادا زودتر. خب چخیر نوشم دستایم بکشو. تو چی مرا احمق فکر کردی؟ نمیخوام. اختیارات من خودم میشم. برای توفاهاتان تشکر. مبارک شود. اکنون خانه رفتن خواهم. چرا؟ نمیخواهی با من باشی؟ اپام یاد کردم. میدونی چی؟ بیا یک جای رفته خوراک خوریم. سمبوسه یا چیزی که دلت میخواهد. نگوی رفتیم. خانه رفتن میخواهم. کودک دزدیدن جزای جدی دارد. خطا نکنم از 10 سال زیاد است. تو چی ها میگویی؟ وای دختری من است. نه مادر مرده است. شما خودتان شنیدید؟ اگر راضی هم میشد باور نمیکردم. شما رو در بیرون مکتب دیده بودم، بعد در باغ. البته که باز بردن آیشه رو دیدم. یک فکر کنیم مادامی که آیشه خواهر نرگس است، پس برای دیدن نرگس بیرون از مکتب او را نگاه میکرده، لیکن مادری آنها نیستید. مادرشان مرده است. تو چی میخواهی؟ مقصدت را گوی. خوب شد از آقای مامور. تشکر. تا 24 ساعت نگذرد چون گم شده اعلان نمی کنم. چه شد؟ خبری هست؟ دادا نه خبری نیست. آرام شو دخترم، میابیم. معلم چه شده است؟ در کجا گم شده است؟ در باغ بازی میکردند. آقای شر به محله تقسیم شویم، شاید یابیم. دور رفتن نمیتواند. مایلش معلم، من با ماشین آمدم. نباشد مراد، تو طرفی مسجد بیرو، کوچه ها و باغ ها را با دقت از نظر میگذرانی. خوب مایلش معلم. من این طرف را میکابم. نرگس تو و محمد در خانه بمانید. من هم بخیر است انشالله. بیا جانکم، بیا. ای دخترم، بیا.
نگاه کن اینجا افیون. اینجا 2 سال موندم. حالا هم کودکان اینجا مرا میکوبند. خیلی زیبا. در اینجا هم علی هست با رفیقانش. همونه که از طرف چپ. چقدر کودک شیرین. کاش که همون وقتا میشناختم. چقدر جدی است. اقلا تبسم نکرده است. از برادرانش جدا بود. شب و روز همیشه از آنها مکتوب انتظار بود. در چشمان معلم علی دایم غم. صاحب قلب صمیمی است و بسیار غمخوار است. میدانم. بابا جان، من به شما چای دم کنم؟ مرحمت معلم. تشکر. جانکی من. اگر با تو یگون گپ میشد من چیکار میکردم؟ با الله هزارها بار شکر. آیشه جان با تو سوالی دارم. بعد از باغ کجا رفتی؟ بازی میکردی؟ بله. خودت تنها گشتی؟ در نظرت کسی نبود؟ یه خاله بود با من لباس و بازی خرید. گفتی تبازات دوست داری. اوی به سرمان چی بلاها آمد. وای خاله رو میشناختی؟ همان زن رو قبلا دیده بودی؟ با اپات دادت و یا با خاله حسنیت بگوی؟ آفرین به تو. آقای یشر این زن کی باشد؟ نمیدانم. نرگیس؟ معلم به خدا من هم نمیدونم، حیران شدم. آیشه رو تا به خانه رسانیده است. معلوم است که آدمی بد نیست، لیکن باید مواظب باشیم. معلم آزن؟ الو؟ معلم علی، پینو رو سنجر دزدیده است. از ثبت نواری فرودگاه دیدم. شما چه ها میگویید؟ وقتی شام به سوی دهه جمهوریت به انبار برده است. همیشه خبر دادم. من با پلیسا به آنجا میروم. چی؟ به کجا؟ به کجا میروید؟ همین که به گردش دهه جمهوریت رسیدی زنگ زد. شد. من به آنجا میآیم. باید هر چی زودتر بروم. تنجیست معلم؟ جای پینار معلوم شده است. پلیسا با آنجا رفتند. معلم تعجیلی باشد من برم. آقای یشر خیلی خوب. هیچ گپ نه معلم. بیایید. خاله نقد بود من نترسیدم. به حسیف ها خبر میدم. خیلی غمگین بودم. معلم خیلی شد راستی ماشین نمیرانم. انشالله زود میرسیم. آقای یشر لطفاً با دقت باشید. کاش عاقبت کار به خیر شود. بله معلم. شکر این ترس هم پس سر شد. پلیسا در راهند. چرت را عوض کن. تو نترس. من مزه این رو در بیمارخانه زیاد چشیدم. از این پس من چیزی که گویم همان رو میکنی. میبخشی کمی دخلی کردم. من همه بودم چنین میکردم. حق بر جانب توست. برای بخشیدن تو پگاه به خانه میویی، خانه رو یک جای او رو میدهیم.
лабай гукан. ту ҳоло дар куҷоӣ? ки гуфт нагуфт аҳамият надорад, то боздӣ. мебахшед, дигар дур рафта наметавонед. ҳодисае шудааст, дигар касеро намемонем. медонам, ман рафиқи хонум Пинор ҳастам. майлаш, лекин пиёда меравед. маълим, ман чӣ кор кунам? оқо Яшар, шумо хеле заҳмат кашидед. ташаккур. боз аз коратон дер намонед. худо нигаҳбон. иншоалло хонумро наҷот медиҳед, а? санҷар, медонем ки он ҷои. ба берун баро, таслим шав, Санҷар. чӣ шуд? чӣ гап шуд? дарёда аст, интизорем. با دقت همه میرسونیم. در دست سلاح دارد و باز گروگانی دارد. همه با دقت باشید. گوشوید. میدارید. تازه خالی است، هیچ کس نیست. تازه اینجا هم تازه، هیچ کس نیست. خب رفتیم. کمیسر اینجا هیچ کس نیست، خالی است. اینها از خانم پینورند؟ بله. معلوم می شود که از دستمان رفتند، گریختند. برای کار اولین مشتری پیدا شد. با کجا میرویم جناب؟ تو راندن گیر، بعد گپ میزنیم. خوب شده است جناب. خانم اویلاتان با من شناس مینماید، لیکن نمیدانم از کجا. شناس بودنش احتمال ندارد و اینم از خارج آمده است. خواهرتان خیلی خوب. من هم دو دختر یک پسرچه دارم. انشالله مثل شما یک دیگر فهم میشوند. خیر شد، گپ رو زیاد نکن. ما انتظاریم، شاید وای دیوانه کایها جان پینورو گرفته است. اگر این کار رو میکرد بر وقتتر میکرد. مقصد این آدم دیگر چیز است. کجایی که نروی آنجا علی حاضر است. فکری او را مکن. پینا رو باید هرچی زودتر یابیم. میراث از دست میرود. میراث. اگر پینار مرد چی میشود؟ میراث صدقه میشود. باید یگان علاج یابیم. چی باید کرده؟ چی کار کرده میتوانیم؟ پلیس همه جا رو جستجو دارد. نباید شنید. اعلان. ها اعلان دادن لازم. اعلان گم شده. یابنده رو مبلغ میدهیم. در حقیقت درست. این به فایده کار است. امروز خیلی خوشنودم. خیر شد. یک زادروز بود است. نه تنها این. پدرم بعد چند سال باز به سر چنبرک نشست. انشالله دیگر روزها هم میشود.
فکر میکنم که همه کار شد. تو اومدن خالای حسنیه و دادن بیا نوارهای ثبت کرده جرین رو ببینیم. مرحمت اپا خدمت ببخشید نفری رو که با تلفن ها جواب میگفت. اکا یشر رو ها اکا یشر اکنون با تاکسی میگرده. نخو بله ما هم حیران شدیم. یکم خدمت بود. مرحمت کودکایش من رقم تلفنش رو ممکن است؟ کسی ما رو در اینجا نمی‌یابد. اگر تمام دنیا رو کابندم اینجا جایی است که به گوشه خیال کسی نمی‌آید. فهمو؟ میدونید معلم اگر در اعلان مبلغ قید شده باشد همه بر رسم با دقت نگاه میکنند. درست حقیقت را میگویید. لیکن انسان باید کمک کردن را از همه چیز بالا داند. کسی این کار را کند هم پول مییابد و هم کار خیر میکند. معلم آب بیارم مینوشید؟ نه معلم تشکر. مسئله مبلغ خوب نشد. اگر پینو رو یابند از ما پول طلب میکنند. بچه همین سنجر دیوانه رو اکای پینور مخصوص سپارش نداده باشد برای میروز برای پول مال برادرش. آقای علی چی شد؟ نه هیچ چیز. از دستم افتید. میبخشید. مایلش هیچ گپ نی. حاضر میروم. الو؟ فهمو میروم لیکن رقمی مرا از کجا میدانید؟ لیکن زودتر بید. الو آواز همان در استانبول پخش شده است. لبای سلام معلم علی. با تحلیل زادروز میرسیده باشیم. مراد اول یک دوستم را میبینم و سپس حتما به نزد شمایان میآیم. خوب مالش معلم پینا رو هم نیافته ای تو حال. بچه ها گفتن خیلی افسوس. خیلی معلم خدا نگهبان. با کی صحبت داشتی؟ ممکن با زادروز یک مسافر دیگر آید؟ کی؟ نمیگویم وگرنه سرپریز نمیشود. عجیب. بیا نوار رو ببینیم. بیا ببینیم. تو تماشای فیلم را دوست می‌داری؟ بله بسیار دوست می‌دارم. نباشد یکم روز سینما می‌رویم. کی؟ یکم روزی نزدیک. مالش روز بخیر خانم. سلام یشر. نسرین؟ با کدام رو پیشم میبرایی؟ تو چه خیل آدمی؟ چند سال صبر کردم اما دیگر صبر کردن نمیتوانم. فرزندهایم رو میخواهم. جا نه وقت دارم که فرزند داری. سالها کجا بودی؟ پرتافته رفتی آنها را من نگاه میکردم. بله پرتافته رفتم. چندین سالها گذشت زیرا دائم مست بودی بیکار بودی مرا میزدی. مادرمان کجاست گفته پرسند تو چی جواب میدهی؟ مادرتان مرده است گفتم.
دروغگویی نابکار. من از عائله جدا شدم، کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغ‌هایت فاش می شود، فرزندهایم را می گیرم. خیال هم نکن، من اجازت هم دهم نرگس در دو عالم راضی نمی شود. نرگس کودک بود، به او دروغ گفتی. فراموش نکن، آنها احتیاج به مادر دارند، نه به مثل تو پدری بیناموس. بس خاموش شو. فرا از ماشین. نمی فرایم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت می کنم. فرا از ماشین. فرا از بچه ها دور باش. میبینیم بعد از این چی میشود. اما که جمال هوشم پریشان. پینار برادر داشته است، اما گفته بود که من و تو برادر شده نمیتوانیم. پی آن دست نمیدانم. پسرم، اگر پینار خواهرت باشد آماده نیست که برادرش را قبول دارد. نمیدانیم که چی ها فکر کرده باشد. انشاءالله هر چیز زودتر یافت می شود. در یک حالت خوب به اصل مسئله را میفهمیم از خواهرت پینار. راست میگوید اما که جمال، ولی به او چی من میگویم نمیدانم. همه کار دنیا از خواست خداست. چی و در کجا همه از روی تقدیر. نمیدانیم که به چی روبرو میشویم. این گفته‌هایتان درست است. سبب دودی آتش شد و من به خانه نرگس وارد شدم. فاجعه این عائله مرا به کجاها برد. شکر نجات یافتند. شناختم. همان راننده تاکسی نیست؟ همان راننده که رانندگی را بس کرده بود و حالا حاضر دوباره سر کرده است. بله اما که جمال. بخیر باشد. در رانندگی یگان دشواری به نظرش نمی رسد؟ در کارش کمبودی نیست، برعکس بهبودی به چشم می رسد. به خودش اعتماد دارد، با جرأت تاکسی می راند، خود را خوب حس می کند. شکر همش خوب است. حیات با پستی و بلندی پر است. من در راه راست هستم. کارم خوب است، خاطرم جمع. بزرگانمان میگوید که از منمنی ها ما به جای نمی رسیم. برای چی؟ وی خطاگی هایش را فهمید. نوشاکی های مسکننده به او بدبختی آوردند. به فکرم دیگر هیچگاه به این راه نمی رود. آهسته آهسته در زندگی راه خود را می یابد. خیلی عجیب. تا آمدن تو کاری را آغاز کرده بودم. آیدی موضوع ماست. فکر تو چیست؟ برایت جوابش را خودم میدهم. بفرمایید. معنایش دشمنی اشدی تو در میان دو ابرو است. بین دو ابرو را دیده نمی شود، اما هیچ کس این را به نظر نمی گیرد. بین ابرو را تنها در آینه دیده می شود. با آینه خوب ارتباط کنده شود، دیده نمی شود. انسان آینه را که دائما عیبش را نشان می دهد همیشه مد نظر می کند. بر دوام نگاه کردن به آینه دشوار است. بله، معمایی را با آسانی حل کردن گفتن منیست. حلی نادرست هر یک معما زمین یخ کرده ای را می ماند که هر لحظه انسان را می تواند از پای افکند. پس چه چاره؟ آینه وجدان را که دائما با نفست روبروز کشاده نگاه دار تا وقتی افتیدن از دستت گیرد. با رفیقان همیشه خوب بودن، وگرنه نفس بر انسان غالب می آید. انسانیم با بعضی ضعیفیمان. اگر باز با دردمون تنی تنها مانیم، یگان دوست یافت نکنیم، در چنین احوال کی نزدیک می شود؟ درست.
دروغگویی نابکار. من از آیله جدا شدم، کار هم دارم، خانه هم گرفتم. همه دروغ‌هایت فاش می شود. فرزندهایم را می گیرم. دادم جواب نمیدهد. در کار است ممکن. لیکن زادروز را میداند. خوابشان برد. میخوابانیم. باز تو از کجا پیدا شدی؟ همه خوب بود. از کجا برآمدی؟ لعنت به تو آخر. فرزندهایم را میگیرم. اگر با خواهش خود ندهی من به سود مراجعت میکنم. دادم اومدم. در اینجا تفلک زادروز دارد؟ معلم بیایید خوش اومدید. معلم زحمت کشیدید. مرحمت. سلام مراد. سلام معلم. آقای یشر نیستند؟ معلم دادم ناومدند. آیشه هم گیر شد، بر وقت خواب رفت. با اون کس زنگ نزدید؟ زنگ زدم اما جواب نداد. خواطر شدم. یا خدایا. دختر جان. دادا عرق نوشیدید؟ شما رو پرستاری کرده نمیتوانم، پدری کرده نمیتوانم. اما کی یشر؟ دادا چرا نوشیدید؟ چرا بعد اینقدر وقت باز نوشیدید؟ اوه معلم علی خوش آمدید. گذارید شوید. خوش آمده. یک روز مادر توید شما رو از من گرفتن خواهد. میروید؟ دادا چه هم میگویید؟ مادرم مرده است. من این زن رو میشناسم. چی؟ در ماشینم نشست. در ماشینتون؟ آقا یشر این خیلی مهم است. او را به کجا بردید؟ دادا؟ نفر با او بود. دادا؟ با آنجا بردم. دادا؟ اما کی؟ آقا یشر. دادا؟ آقا یشر. اما کی یشر؟ آقا یشر. آقا یشر. مراد دکتر رو چک زن. دادا؟ آقا یشر. آقا یشر. دادا؟ با پدرت برو. شما اینجا باشید. رفتیم. بیایید رفتیم.
از دستمون هر چی می آمد اجرا کردیم. عصبش از نوشاکی آسیب دیده است. یک ضربه روانی جدی دیده است. انتظار می‌شویم. حیاتش در خطر است. کی به حالت گپزنی میآید؟ آقای دکتر، یک مسئله جدی به این خاطر نمیدانم. یعنی حاضر جواب نمیدهم. از حد زیاد نوشیده است و گفتن مشکل است که بیمار کی به خود میآید. انتظار می‌شویم. فهما؟ انتظار می‌شویم. به هر حال برای پهن کردن اعلان‌ها به مطبع سفارش دادم. دعا کنیم که به هوش آید. اگر به هوش نآید کار دوباره می شود. پینار گفته بود که دختر خواند است. در چند سالگیش به خانه شما آمد؟ در 5 سالگی. کودکی پینار چگونه بود؟ بسیار بازی میکرد. پینار کودکی بهترینی بود. در حقیقت دائما من بیادبی میکردم. او باشد خاموش بود. او باعث زحمت شما نبود؟ نه. یک چیز در یادم است. یک ثبت عجیبی داشت. هر شب پیش از خواب آن را گوش میکرد. ثبت؟ بله پیش از خواب میترسید. خیلی ساکن میشد. خیریت که ثبت ویران شد، ما هم راحت شدیم. خوب چای نوشی میروید؟ خداحافظ. خوب خداحافظ. حالت چی خیلی؟ حاضر خوب هستی؟ میدونی که در نزدم بودنت خیلی مهم است. نه نمیدونم. نخواد؟ ها البته، لیکن گفته نمیتوانم. شرم میدارم. با امیدی من از درس دیر نمونی. بعد از درس نزدت میایم. مالش. نرگیز، لبای سخنهایی که پدرت آیدی مادرت گفت مست بود. چه گفتنش را نمیدونست. مادرم مرده است. مرگش را قبول نمی کند. پهن کنیم. در امرو جان. دقت بچه ها شما وضعیت رو خیلی خوب میدونید. خانم پینار حالا یافت نشدند. اگر این اعلان ها رو چقدر زیاد پهن کنیم همون قدر امتیاز یافتن پینار خانم زیاد میگردند. 10,000 مبلغی خیلی کلان. خیلی خوب. پولی کلان با این کار همراه میشوی؟ به عقلی نکنید. نفری رو که پلیسا نمیابند شما میابید. میابید یا نه؟ برق تو هم با ما کمک میرسونی؟ البته معلم.
лекин ман барои пулу мол не эълонҳоро паҳн мекунам, аммо шарте дорам. чӣ шарт будааст? бо ман хӯрокхӯрӣ меравед? хуб барқ, агар ту ба ҷустуҷӯи хонум Пинор кӯмак расонӣ, туро бо кадом хӯроке ки мехоҳӣ зиёфат мекунам. Барқ, розӣ ҳастӣ? бигӯй. аз ин чиз беҳтар аст. қабул. боқимондаи эълонҳо аз шумо. бачаҳо, рафта боқимондаи эълонҳоро аз утоқи муаллимон бигиред. муаллима Мелек розӣ шуд. илтиҷо дорам, ин корро накун. ба гуфти ту куҷо шуданаш мумкин? бо куштани ман. хайр ту буздид? дар ин ҷо моро ҳаргиз намеёбанд. ба фикрат мо дар куҷоем? дигар ҳоҷати интизорӣ нест. ӯ ба ҳуш намеояд. ба фикри ман ҳам ин қадар вақтамон ростӣ беҳуда гузашт. дуруст мегӯед муаллим Алӣ. мо меравем. ихтиёр доред. ман ҳамин ҷо мемонам. наргисро танҳо намегузорам. بیدار شد. محمد، آیشه، نرگس. من اینجام دادا. من در کجایم؟ چی شد با من؟ در بیمارخانه. خواطر نشوید، همش خوب است. بگویید پینور رو دیده اید؟ کی رو؟ این رسمی کیست؟ شما میشناسید؟ این دختر با نفر به تاکسی سوار شدند. آقای یاشر آنها را تا کجا بردید؟ یادتون هست؟ من با مکتب بردم، با مکتب نرگس. جای آخرینه که ما جستجویش نکردیم معلوم می شود که مکتبمون. وقت خیلی کم. آمدن یاسمین نزدیک می شود. کنی پیش از مرگت یگان چی گفتن می خواهی؟ با کشتن من یاسمین زنده نمیگردد. کار را دشوار نکن. همه چیز زود انجام یابد. комиссар ёфтем. зуд ба мактаб гурӯҳи равон кунед. илтимос зудтар.
با دقت باشیم. اگر در اینجا بودن ما را حس کنند، بغیر از پینار باز به دیگر طلبه ها نیز فلاکت تهدید میکند. комиссар ҳамаи бино ро дар ихтиёри ту гузоштам. ягон масъулиятро ба зимма намегирам. агар ба тори мо як талаба зарар расад. шуд муҳтарам мудир, амалиятро сар мекунем. итоат. دوستان فکر میکنم که این اعلان ها رو در همه جا پهن کنیم. این آدم در 2 عالم دیگر به این طرف خوب نمیگردد. راست میگوی جورا، دیوانه رو نپیش کرده بودند، دوباره در اینجا نمیگردد. همین خیر میگوید، چیزی دقیقه نیست؟ من هیچ نمیفهمم که این احمق با کدام عقل باری دوم معلمه پینار رو بیدو دارم. نرگس چیکار کرده باشد؟ این زن شما رو میپرسد خانم نجمیه. نسرین این تو هستی؟ منم نجمیه. وای 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 چند سال شد که یکدیگر رو ندیدیم. کجاها رفتی که دوباره نآمدی؟ یگان وقتی مناسب صحبت میکنیم. با دقت من رو گوش کن. یشار به کودک‌ها گفته است که من مردم. میدونم. آخر تو که به نام نشان شدی بیچاره یشار دیگر چی میگفت؟ یشار کاری خواستش را کرد. به کودک‌ها خیلی هدیه روان کردم، لیکن همش را پس گردانید. آن وقت دست کوتاه بودم، به پدر محتاج بودم. نباشد گیر فرزندهایت رو. والله به مادر کلان شدن. نرگس هم بسیار عصبی است. نمیدونم چی میشود. میدونم از من نفرت میکند، اما چی که نباشد من مادرش. این کار تا کی دوام میکند؟ واخوری باید کرد. بعد جنجال با یشار دیگر به آن خانه نمی روم. بهترش در همین جا واخوریم. نباشد بیا. در اومدن نمیموند. محمد ما زنکی بیچاره در آید وگرنه از راست ایستادن هوشش میرود. شد مایلش گذاریم. ای خدا نقص کردی که آمدی. به خدا که نقص کرد. دادا چرا باز نوشیدید؟ چی غم دارید؟ خطا کردم. شیطان را گوش کردم. فکر کردم دردم سبک می شود. چرا این خیل کردید؟ روزی خورسندی امون بود. مرا ببخش. ده دقیقه. ببخشید. مرحمت خاله جان. من نسرین کراچ، مادری نرگس شنروی، صنفش رو میخواستم. فهمو 1 دقیقه. دادا وعده دهید که دیگر هیچ گوه نمی نوشید. التجا دارم دیگر ننوشید. وعده میدیم. غیر شما هیچ کس نداریم. چی شد دادا؟ دخترم یک چیز میگویم. مبادا مادرت روبرویمون آید. باز به این موضوع برگشتیم. شما رو از من گرفت چی کار میکنید؟ زمانی که ما رو پرتوفت رفت مادرم برایم مرد. دادر و خواهرم رو من و شما کلان میکنیم. کودک و مادرم رو حتی در یاد ندارم. بخشش داده جان.
دادم به خوش آمدن. خرسند شدم. چرا این خیال کردی؟ چرا؟ دوست میشمردمت و یکدیگر باور میکنیم. چرا درباره مادرت دروغ گفتی؟ چرا گفتی که مادرم مرده است؟ مادرم مرده است. نباشد کیست آن زن در نزد کاتیبه؟ من مادری نرگسم گفت او. این آشیانه تازه است. شد در کجا باشد؟ پینور را در کجا پنهان کرده باشد؟ شاید جایی است که کسی آنجا را نمیداند. در انبار. انبار. سنجر یافت شد. سنجر در انبار. همه گروه را به طرف انبار فرستید. خوب شده است. امره پول از ماست. چی گپ شد؟ بیایید زودتر. ایستا کجا میگریزی؟ نترس همش خوب بشه. ایست. ایست نگریز. نگریز. ایستا میپرونم. ایستا. جبیا مراد نزدیک نشود. نزدیک نشود. دختر رو میکشم. میکشم گفتم. میکشم. نرگس نزدیک نشود. دختر رو سرده. سرده گفتم. یاسمین رو به من بیارید وگرنه این دختر میمیرد. نترس نرگس. نزدیک نشود. نزدیک نشود. دخترم شد. یاسمین رو فریاد کردیم. حاضر میآید. با من فرق ندارد. دختر رو رها کن. میکشم گفتم او را میکشم. دم شوید. ایستید نروید. دخترم را سرده. التماس میکنم. دخترم را سرده. با خوبی نزدیک نشود. گفتم که او را میکشم. نرگس دخترم سرده. مرا بگیر. دخترم را آزاد کن. نشوید میگویم. میکشم آخیر. دف شوید. مرا بگیر آخیر. دخترم را آزاد کن. هدفت انیک باشد میپرونی. اگر دختر رو سر ندیم. میگویم که دور شوید از من. میکشم. میکشم. اینجا بیا. شد زاری نمیکنم. دف شوید همتون. میکشم او را. میکشم گفتم. میکشم. دف شوید. دف شوید. دف شوید میگویم. دارد. سر ندیم. سر ندیم میگویم. دف شوید از این طرف. دخترم مادری من مرده است. مرده است.
شفای کامل. شفای کامل میخوام. تشکر. معلم وقتتون هست؟ رفتیم، خیلی مونده شدیم. آن کارهایی که برایم کرده اید شنیدم. برای خدمتتون تشکر. کاری نکردم. خیریت شما رو سلامت از دست این دیوانه خلاص کردیم. معلم بعدتر مورد این موضوع با شما صحبت کردنیم. خیلی خوب. موضوع چیست؟ تشکر. پینور، خودت رو مونده نکن. دیگر وقت صحبت میکنید. این برای شما. بیا زودتر، میرویم. تشکر معلم. چه این رو میموندید؟ این از کجا برو؟ این دیوانه در تک بینی هم بود است. ما ندونستیم. مادری نرگیز پیدا شده است. بله دروغ گفته است. بعد آن حادثه پرجله و این خود واقعه ها عادت کردیم. شوخ است. مرد بیا از حد نگذران. معلم بچه ها یک دقیقه. فکر میکنم این کاری کرده سنجر برای شما درس عبرت شد. با انبارها باید دقت داد. برق هم در حقیقت جسور بوده است. معلم در مکتب کامیراها باید گذاشت. درآمد و برآمد را جدی نظارت باید کرد. همه اینها محدودیت دارند. خواهید موضوع را باز هم جدی‌تر ببینیم. برای همین یک سورپرایزی برایتان آماده کردم. طبعی همه بالیده است و از این رو خواستم سنجش گذرانم. البته اینکه هم امتیازی است برای پیشرفت بهای شما. چون این امکانات در حیات انسان بسیار می شود. سوال ها مشکل نیستند. من کمکتان میکنم. با اون کسانی که کوشش میکنند یاری را برایتان البته دریغ نمیدارم. همینش نمیرسید. معلم چی گپ خودش؟ به این سوال ها نیز جواب ها هستند. اطمینان دارم که شما از آنها واقف هستید. چطوری که گفتیم با طبع خوش کمی زحمت کشید و 2 برابر بها گیرید. یعنی 5 و باز 5 تا آخری درس وقت در اختیار شما. شوخی میکنید؟ من امروز سخاوتمندم. چی بنویسم در؟ افسوس کسی سزاواری بهای اعلا نشد. یعنی چی خیل؟ سزاواری کدوم بها معلم؟ شوخی خوبه بود معلم. در آخر شما هم درس را مسخره کردید. من درس را مسخره نکردم. شما خودتون جدی نبودید. حتی برای رو بردار کردن به شما امتیاز دادم. حالا باشد کمی به من دقت کنید. چیز بهتری که در حیات مشاهده می شود این آموختن دنیاست. وگرنه فریب و نیرنگ هم قدم ما می گردد.
دنیا به ما چطور می‌نگرد و ما در جواب او چی میگوییم؟ ما برای خودمان معما هستیم و خود را همیشه محکوم میکنیم. ناامیدی ها پیگیرمان میشود. این برایمان حقیقت تلخ است که پشیمانی ها میآورد. چی میخوری؟ حقیقت را. ممکن کم پول برای خاموشی. حقیقت است. من مادری آیشه. تو آیله یا دوست داشته نداری؟ بگیر. پدرشان نمیگذارد که با آنها بخورد. تو مرا بفهم. اینها همه شوخی بودن، فهمیدی؟ من شوخی کردم. با کسی چیزی نگوی، میلش. بعضی ها راه نادرست را پیشه میکنند، ولی برای بعضی ها که از نزدیکانشان دورند یک فاجعه دیگر است. اما ما آنچه را که در دل میپروریم همان را دیدن میخواهیم. فریب های خورده همان نیز عیان میگردند. حالا درس امروزه همان را خاتمه میدیم بچه ها. بعدا برایتان یک سنجش دیگر پیشکش میکنم. برای کودکهایم اومدم.